روزی میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قریب پیش از وفاتش بود، میگه بالای منبر برآمد از همه بخشش بود. گفت اگر کسی را مال گرفته باشم، سخنی ناجا گفته باشم، مرا ببخشه، اگر دعوا داشته باشه بیاره. میگه ابوبکر گریه میکرد، خالد ابن ولید گریه میکرد، همه گریه میکردن. یک صحابه دست برداشت گفت انا یا رسول الله، ما بالای تو دعوا داریم. رسول الله گشت نگاه کردن، حضرت عکاشه است. گفتن انت یا عکاش، یا عکاشه تو بالای ما دعوا داری؟ گفت بله من بالای تو دعوا دارم. گفت یاد داری؟ من گفتم 70,000 امتی ما به حساب اسد جنت میروند. حدیث یاد از گفت بله. گفت تو خواهش کرده بودی که رسول الله دعا کنه از همه جمله‌شم، من در حق تو دعا کردم و دعای من در حق تو قبول شد، با وجود یعنی که بالای من دعوا داری. گفت بله. رسول الله نمیمونم که دعوا تا قیامت من در دنیا برابر کنه. اون من اسمت تو چی کار کردم؟ گفت یه روز من بطریق زدم بودی، اما تو آخر بیار که من ترا بزن تا برابر شد. میگه فضل ابن عباس گریه میکنه، بچه حضرت عباس که بیا مرا بزن. نگفت رسول الله